ما و تصدون، من باورم، منی که بسیار کتاب های انسانی خواندم، حداقل همین مباحث بسیار روشنفکری بیار بلد هستم، به همین نتیجه رسیدیم که دقیق میگم که قدرت باید از میله تفنگ، عدالت باید از میله تفنگ در سرزمینی مثل افغانستان بر بخیزه. ما تا زمانی که تفنگ داشتیم ما را در گفتگو به رسمیت میشناختن. ما تا زمانی که واقعا حضور داشتیم و میفهمیدیم که چگونه موضع خود را بگیریم، نقطه ضربت را ببینیم، فرصت موعود را بشناسیم، کمر ما بسته بود و ما ایستاده بودیم، کسی ما را تحقیر نمیکرد، نه به ناموس ما، نه به دختر ما، نه به دسرخان ما، نه به نان ما، نه به ارزش های هویتی ما، نه به فرهنگ ما، نه به حضور ما، نه به بودن ما و به هستی ما هیچ کسی نمیتاخت. خب دلیل این شده که بردگان برای بردگی خیشتنشان عادت کردند که برده باشند. من از هیچ کسی، از ملا هیبت الله و از کرزی و از امان الله خان خفه نیستم. من از عادتی خوی بردگی خودم در این تاریخ سرکوب شده واقعا خسته هستم. لابیوتی در کتاب بردگی و اختیارش گفته بود که اگر بردگان بدانند که مزیت آزادی چیست، لحظه بردگی را قبول نمی کنند. من میخواهم بگم که از این به بعد بچه‌ای که در خانه ازبک تولد میشه باید زیر سرش یک سنگ به جای بالشت پنبه بگذارین. او باید بفهمه شمشیر و آینه اون تیمور گرگانی چی است. من باید اون بچه تاجیکی را که در بدخشان زاده میشه اون را دیگر محصول این ادبیات فرودست نباید بسازم. باید برش بگم که یفتلی ها کی بود، کوشانی ها کی بود، زبیر راقی کی بود، طاهری بدخشی کی بود، بردین بایس کی بود، احمد شاه مسعود کی بود، استاد ربانی کی بود، و همین گونه تا اون کاظم شارقی و دکتر عمر مثلا کی بود. اگر این چنین نکنیم، این غصب تاریخی در 135 سال ایجاد افغانستان چنان گستاخ است و چنان آبروریزی در این سرزمین میکنه و چنان رفتارهای غیر انسانی و غیر عادلانه را انجام میده که در تاریخ بشریت بی‌نظیر نخواهد بود. من میخواهم بگم که بی‌نظیر است سکوت ما در برابر چین یک فاجعه. شما ببینید ما هر روز مثل زحاک در کام زحاک فرو میریم. آخر شما در پنشیر زندان میسازین، بعد در قشتیپه میرین برای امتباران خودتان شناسنامه توزیع میکنین، زمین ما را بار دیگر غصب میکنین که حداقل 60 سال دیگر در فاجعه دیگرتان ما باید بسوزیم و تاب نداشته باشیم و خاکستر شویم. من چگونه قبول بکنم که دریای زلال و پاک پنشیر به خون انسان تاجیک زبان آلوده است و تو این جامعه یک فتنه دیگر تمام میدی، بعد بر گلوله میبندی بدخشانی را تلاش میبری، بدخشانی که فعلا در تمام 28 شهرستان خودش یک کلینیک برای مداوای نسای ولادی نداره. بدخشانی که من خبر دارم انسانم به عنوان یک انسان فریاد میزنم، بدخشانی که نان نداره پتک میخره، یک نوع حبوباتی است که به گاو میتن. پتک مزاجش گرم هم هست، وقتی انسان این را بخره پوکی استخوان پیدا میکنه. تو در چنین شرایطی ملا هیبت الله هم هستی، دیروز مثلا تکنوکرات و جمهوری خان بودی، دیروز حامد کرزی و فلان هم بودی، در چنین شرایط تو طلای مرا میبری. من نان ندارم که پتک میخرم استخوان مکش شوه، بعد من بیایم بگم که مفهومی به نام وحدت ملی و افغانستان میمونه و این و آن میمونه، برای این چیزی جاشخواهی بکنم. یعنی اجازه بتین این نکته را باید بگم که این تاریخ سرکوبی من است. من این تاریخ را به رسمیت نمیشناسم. با تعبیر علی هزاره، من در این پرچم نمی گنجم. من وضو باید با تپش پنجره ها بگیرم. من باید بگم که محاسبه با جلاد تاریخ ابدی است. این محاسبه میرسه. مگر تو سیسه نمیشناسی، یعقوب لیث نمیشناسی، مسعود نمیشناسی، تو ابو مسلم خراسانی رو نمیشناسی، تو نیزک بادغیسی رو نمیشناسی، تو مزدک بامیانی رو نمیشناسی، هزار در هزار سردار و آزاده دیگری در این تاریخ رو نمیشناسی، گردنه های بلندی طلوع شده و فتح شده سرزمین خورشیدی مرا نمیشناسی. مگر تو کتاب نمیخوانی؟ مگر تو از آینده خودت نمیترسی؟ از زمین نمیترسی که فردا باز در سلول زندان رو به رو باید بیاد گپ بزنم و برات بگم که اینجاست ایستگاه عدالت؟ اگر عدالت را میپذیری حق داری حضور داشته باشی، در غیر آن از نظر من تو نفی هستی. حالا در مورد قشتیپه که ایرگمزدن گپوره از تای دل ما باید گپ بزنم. خوشبختانه به یمن داد و ستدهای فرهنگی
هم فهمم از زبان پشتو خوب است، هم از زبان ازبکی، و من میدانم ازبک تباران با فرهنگ و با مدنیت چگونه زیست مسالمت آمیز در کنار ما دارند. ما حتی به یمنی از اینها مادر خود آچه میگیم و اونا مادر ما را هم آچه میگن یا مادر میگن. ما هیچ مشکلی نداریم، برادروار می توانستیم زندگی بکنیم اگر چتری عادلانه ای در خراسان و افغانستان را دیگرها بر هم نمی زدن. ما واقعا میدانم که این مالی اینمو فتنه ای که در دشت رساق شده بود، اینمو فتنه ای که در خوشاباودین شده بود، اینمو فتنه ای که در شمال افغانستان شده بود، سر این مار و سر این حادثه مسموم کننده همچنان ادامه داره که نان ازبک هم در قشتیپه تا به جوزجان بگیره، چون ازبک که نان داشت باز جان داره. خب ما میفهمیم اقتصاد، حالا آمارتیا سین کتابش اینجا براتون طرح نتم. توسعه یعنی آزادی، آزادی یعنی اقتصاد، اقتصاد یعنی رفاه یعنی به سر رسیدن دوران، و به سر رسیدن دوران یعنی آزادی، و به کمال رسیدن انسان در قدرت، یعنی سالار شدن خود انسان نسبت به سرنوشت خودش. نان ازبک را حال میگیره، جانش هم به صورت تدریجی گرفته روان است. من میخواهم بگم که تعهد انسانی ما است که از دوره امان الله خان تا اینمی دوره ای که ادامه داره این فتنه، ما این را به رسمیت نشناسیم، توجیه نکنیم، خلاصه دلایل پیشکش نکنیم. یک امر ناعادلانه در تمام گذشته خودش ناعادلانه است و در تمام آینده ناعادلانه است. دیروز آلمان هتلر را نفی میکرد، امروز آلمان هتلر را نفی میکنه. به همه خاطر از چیزی به نام وجدان بشری وجود داره، چیزی به نام کلیر کنشینس، وجدان صاف وجود داره. بی عدالتی است، چی تبار ما انجام داده باشه، چی تبار تو، چی تبار کسی دیگری، چی کسی در کمین باشه که باز شبیه خون بزنه مردم رو و بعد بی عدالتی بکنه. ببینین وقتی دین نتانست مانع این عمل شوه، اخلاق نتانست این همه فاجعه و درد مشترک ما نتوانست، پس ما به مو بنبست اساسی میرسیم که تفنگت را بردار، اگر چی من بیزارم از این هنجار نابهنجار. تفنگت را بر زمین گذاشتی، خوب تحقیرت میکنه. دختری بدخشانی که خبر داره که به زور تفنگ فلانه قنداری آماده خواستگارش، پدرش میترسه، مادرش میترسه، چاره ای نداره، چادر مبارک خود در گلوی نازنینش میگیره، گره میبنده و تن به دریای ستیز و طوفانی کوکچه میده. بعد بدنی کبود شده ای از زیر صخره و صخره که ناموس افغانستان هست از دور دست های دیگر بلند میکنن. اگر این تاریخ گلو داشته باشد فریادش فلک خواهد شنید. تو چه قسم هم زبانی ما هستی، هم روایت ما هستی که این درد و این تراژدی و این غم انگیزی نمیتوانه وجدان تو را تکان بده؟ بر علاوه چین یک وضعیتی تو باز میای زمین مرا غصب میکنی. گفته هم بار دیگر میگم، گفته حافظ فاش میگویم و از گفته خود دلشادم که به خدایی که آفریده آزادی، به خدایی که آفریده استقامت، به خدایی که آفریده پنشیر، به خدایی که آفریده انسان، ما این انتقام را از رگ این تاریخ گرفتنی هستیم. اگر نگرفتیم متهمی برای ابدیتمان در این تاریخ خواهیم ماند. اگر نگرفتیم اصلا ما انسان نیستیم. من میدانم که این روزها در تمام صحیفه های روزگار سربلندی های مردم افغانستان چی میگذره، و من میدانم که کی هنوز لمیده حتی از بودجه طالب هم میگیره، بدمستی میکنه، بعد یگان رفتارها و جیست های روشنفکری و انسانیش هم یک بغض دیگری بالای زخمه های ناسور ما در تاریخ این سرزمین میشه. خلاصه سخن، من بچه سرهنگ سید عمر، با آن که از جنگ نفرت دارم و میدانم جنگ چی قصه بدی هست، با تمام وجودم میخوام اعلان بکنم که راه حل ایستادن، مقاومت کردن، حق را گرفتن و انتقام گرفتن است. ما باید چنین انتقامی را باید بگیریم و این تاریخ را به خاکستر تبدیل بکنیم. ما محقیم که به آزادی برسیم. سالار ساده پوش انگور فروش شمالی ما یک بار این سنت تاریخی را شکست. باور بکنین با روشنفکرترین آدم‌های همزبان و هم میهنم وقتی ما در این دیار غربت در اروپا در قهوه‌خانه‌های بسیار مدرن با هم میشینم، پشت سرش یک روایت سرکوب و یک هیجمونی، یک نگاه فروبینی بر من و تمامیت خواهی بر خودش نهفته است. بعد بسیار غرق میشم جامعه شناسی بیکن فلان میرم میبینم که این انسان چی باید کنه که تغییر بکند به لحاظ فکری.
واقعا به یک بنبست میرسم ما انسانی افغانستانی را چی شده. حتی به گاهی به این نتیجه میرسم که امی پیامبر که حالا دیگه پیامبری نمیآید، امی پیامبر هم اگر از امین سرزمین می بود، حرفی از او رو واقعا اینا قبول نمیکنن، فقط قدرت سیاسی و سرکوب و بیعدالتی. و آخرین دردسری که برای شما در این صفحه خلق میکنم این است که ببینین، گذار از این بنبست، گذار از این تقاطع، گذار از این رفتارهای ناانسانی، دعوا کردن و دعا کردن و در زاویه نشستن و بحثی گفتگو ای گپا نیست. ما باید وزنه ایجاد بکنیم، ما باید توازن حضور سیاسی اجتماعی و نظامی خود را داشته باشیم با وجدانهای بیدار تبارهای ساکن در سرزمینی به نام خراسان و افغانستان بر سر یک منظومه، بر سر یک قرارداد جدید. اگر ما به توافق نرسیم، این هیولایی که در هر بستری ما را گزیده و این اژدهایی که به هر طریقی آمد، حتی بریشی و ربانی هم اینا ترحم نکردن به پروفیسرش در دین مداری و در تقوای احمد شاه مسعود، به این رفتارها و به این جیستهای برادرانه و وحدت طلبانه ما هیچ گونه تمکینی نمی کنند. برادر محاسبه با جلاد تاریخ ابدی است. این سخن من سخن دکتر عمر است که در دهلیزهای زندان وقتی داوود میخواست دامش بکنه گفته بود این محاسبه ابدی باید فرصت خود را پیدا کنه. ما هیچ همدرد و همزبان نیستیم. دردی که نتواند همزبانی خلق کند، دردی که نتواند ما را برای عدالت و کرامت یکدیگرمان بلرزاند، همون گپی چیگوارا بشه. خیشاوند یا تبار من کسی است که در مورد رفتار بیعدالتی موی بدنش بلند شود. من که واقعا ندیدم. همین لحظه تمام کاسه و کوزه را شما میشکنین که طالب و جنایتکار کس نگم. من میبینم توییت های بسیاری ها را میخوانم. عملا در این دنیای مدرنیته است دلش میکفه وقتی بگویی که در فیلیست طالبات ده ها گروه تروریستی دیگر در افغانستان پناهگاه پیدا کرده و آموزش میبینه. امی که بگوی میگه که این گزارش معیاری نیست. همین لحظه صدای مرا میشنوه که میفهمه که با چی زبانی برش میگم. وجدانن در پیش خودش محکوم است، اما بنابر یک تعلق هیولا و زحاک را در واقع برادر میخوانه و آبرو میخوانه و آینده خود تلقی میکنه. روزگار ما همون روزگاری است که زحاک بر سرنوشت ما آورده بود و در برابرش کاوه و فریدون و درفش کاویانی بلند شد که روزانه دو تامنه، روزانه صدها از پنشیر تا به هریوا و همین گونه سرزمینی فاریاب و میمنه به مارهای سر شانش این زحاک مغز سر ما را میته. اما این درفش کاویانی و این فریدون بلند شدنی است و این کاوه آهنگر با اون پد که تاریخش یک بار دیگر برای عدالت خواهد رزمید. در غیر آن این تاریخ محتوم بر شکست تاریخ من نیست و من میراثداری از این نخواهم بود. کمرمان را باید بسته کنیم. از همین اکنون هشدار بدیم خانه به خانه که کسی که از تبار من است، کسی که واقعا بر من بیگانه است و بر من ظلم کرده، هیچ حقی نداره در کانال قشتیپه بیه. برادر اونی اورزگان، اونی هلمند، هموطن و همزبان مستی، دشتای خودت برو آدم واری بکن، سبز بکن. بر منابع گازی ما تو تاخته، بر مدن تو تاخته، به آب و به باغ ما تو تاخته و ظلمم میکنی. خب مثل همی کابینت باره 98% از یک قوم هم هستی. باز آیت قرآن کریم هم برای من میخوانی که متبرک و مبارک هم است. به ما آیت میخوانی و در عمل خودتون اون رقم رفتار میکنی. این قابل قبول نیست. زبان من اینمی رقم صریح و آشکار است. قل الحق ولو کان مر اقول قولا سدید. باید آدم سخن استوار و محکم بگه. وجدانن براتان میگم که من دشمن هیچ تبار ساکن در افغانستان نیستم، اما واقعیت امر دلم برای اون کرامت و اون آزادی و اون مفهومی فراتر از این تعلقات تباری و یا میسوزه که ما را سزاوار چین یک آزادی و عدالت نمیپندارن. واقعا که نمیپندارن. من در دوران جمهوریت شاهد این بی‌عدالتی ها بودم. مالک و هیولا بر سر مسند آمده و هیچ چیزی جز سیاهی را نمیشناسد. من میدانستم که در روزگاری که دموکراسی، رأی، انتخابات، جامعه مدنی و حقوق بشر و ده ها مورد بود، در اجندای داخل کابینه چی میگذشت. من میدانستم که دزدان چه کارهایی بر سرنوشت ما نمیکردند و یک مشتم از تبار و از ایل امام گت شده بودند با یا از ازبک و تاجیک و هزاره پیش خدمتی میکردند و کفشگردانی میکردند، ولی نمیدانستند که اون دارد استخوانی را میسوزاند که این استخوان متعلق به آیندگان این سرزمین است. خلاصه منشور عدالت و آزادی و برادری اینمی است که
باید قوی شویم، این ننگ تاریخی را به جا بیاریم، یک بار دیگر نره بزنیم آزادی. امو قسمی که قهار یاسی گفته بود پایان میتون به گپم: به خانه خانه آرشی، به خانه خانه رستمی، به روز نبرد و امتحان دلاوری کمان کشی. ما یک بار دیگر کمان میکشیم. نمو قسمی که کچکلا حامد کرزی را در خوجا باودین گفت دعا که مقاومت پیروز شو، ما والی قندار تعیینت میکنم. ما باید با اینمو ادبیات، با اینمو نگاه انسانی، با اینمو تقوا در میدان بیایم و بگیم که عدالت برای همه. خدا را شاهد میگیریم که در حق تبار غیر از خودمان بی‌عدالتی نمیکنیم. خدا را شاهد میگیریم که همه را انسان میپنداریم، اهل کرامت و آزادی میپنداریم. و خدا را شاهد میگیریم که افغانستان را سرزمینی تمامی آدم ها میپنداریم و تمام شهروندانش. اما نگاه برترجویی، نگاه غیر دینی و غیر اخلاقی است. ایرا تاریخ ما به رسمیت نشناخته، خود ما به رسمیت نمیشناسیم. حتی اگر چندین نسل ما در پشت میله های زندان دوران حفیظ الامین واری قربانی شوند و با تپش پنجره ها وضو بگیرند، ما این روایت برتر طلبی، روایت فرار قبول نداریم. ان تحکموا بالعدل خدا را قبول داریم. عدالت این نیست که تو بیای عذاب و نان و دو سرخان و کاسه و کوزه و هر چی متعلق به خودت. ما فقط امو گپی حفیظ منظور که برادری و برابری، تو در سر شانم سوار هستی، من تو را انتقال میدم اینجا و اونجا، تو همیشه حاکم، من هم برادرت. برادر حقت حقم. به چی زبان بگم؟ ستاسو حق زما حق. sizde hakkınız meni hakkınız. یعنی با ازبکی و پشتو هم میگم حقت حقم، با فارسی هم میگم. دیگر با چی زبانی بگم؟ وقتی این حق ندادی در دهنت میزنم میگیرم. اگر نتانستم زدن نوش جانت برو به پیش. واقعا که اگر زدم و گرفتم باز عدالتم میکنم. هیچ گاهی رفتار غیر انسانی در برابرت نمیکنم، غصبم نمیکنم. بعد میگم تو هم مثل من انسانی، مثل من حق داری، مثل من برابر باید حضور داشته باشی، چون خدا ناظر بر تمام اعمال ماست. کسی که اینجا کار نیک میکنه اونجا هم پاداشش میگیره. در غیر پایان تاریخ، پایان تاریخ تعریف شده و منسوخ، پایان این جبر. اما قدر میگم ما ازبک و تاجیک و هزاره واقعا ننگ است برای تو. من یکم بار واقعا شک میکنم تو تاریخ میخوانی یا نمیخوانی. گفته و احمد شاه مسعود تو را بلا زده، تو چی شده که از جای تکان نمیخوری؟ همین هم وضعیت است. از عالم تا به روشن فکر تا به دکاندار و آهنگر هیچی نداری، حداقل یک دسته بیل که داری. همین تو را چی شده؟ در رگات مثلا آب است یا خون؟ من شک میکنم به ترانه ای که همزمان زندانی و زندانبان زمزمه میکنن. گاهی به خدا از ته دل این جمله را تکرار میکنم، تکان میخورم. این چی برادری است که هم تو او را ذکر کسی، هم ملا هیبت الله، ولی نتیجه است که دست پای تو شکسته و او بالایت بدمستی میکنه. یک زن سومی دیگر هم باز میگیره که وحدت ملی برقرار شود.